وقتی که ما آرامش نداریم، در واقع این یک نشانه‌ای هست که از طرف خداوند روح ما، روان ما داره به ما نشانه میده. نشانه از چی هست؟ از اینکه یک چیزی کار نمیکنه، از اینکه من میتونم در زندگی بهتر باشم، از اینکه یک جای کار درست نیست. باید نگاه بکنید به زندگی خودتون و ببینید که چی هست که باعث سلب آرامش زندگیتون شده. چیزی که من در زندگی خودم و تمام عزیزانی که باهاشون در طی این سالها کار کردم و مواجه شدم این هستش که وقتی که من یکی میشم با هدف خلقت از آفرینش من، اون موقع هست که به آرامش دست پیدا میکنم.